به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض تشکر از تشریف فرمایی همه شما دوستان عزیزم. یه آقای به نام آقای امین ثباتی دستش رو بالا برده. اگر اجازه بدین ببینم که این دوستمون چی میخوان. من یک لحظه اجازه بازگشایی میکروفون رو میدم. آقای ثباتی اگر امری دارید بفرمایید. آقای امین ثباتی الان اجازه بازگشایی میکروفون داده شده. آقای رنجبر، عرض سلام و درود دارم استاد، خسته نباشین، شبتون بخیر. من گفتم هم یک عرض ادبی بکنم، هم تشکر بابت همه زحماتی که میکشید. ممنونم آقای مهندس رنجبر، زحمات شما، انشالله استفاده کنیم کلاسات. زنده باشید. من نمیدونستم که شما سر کلاس تشریف آوردید، ببخشید چون اسم کوچیک رو جی زدید، من نمیدونستم چی هستش. خیلی خواهش میکنم، زنده باشید. من ایران هستم ولی مشتاق بودم جلساتون رو باشم. عرض شود که انشالله بهره میبریم. خواهش میکنم، در خدمتیم. یکی دیگه از دوستانم آقای امین ثباتی، ایشون هستن، میخوان صحبت کنن چون من میخوام ببندم میکروفون رو و اگر اجازه بدید درس رو بدم آخر سر و همه دوستان اجازه صحبت میدم. خب چون ایشون دیگه چیز نکردن، من اجازه بدید اجازه میکروفون رو میبندم در اینکه وقتی کلاس رو نگیرم و دوستان عزیز که لطف کردن و تشریف آوردن به هر حال بتونن از کلاس استفاده بکنن. من فعلا در حال حاضر این سفر رو استاپ شیرینگ میکنم که در واقع به شکل کلی بچه ها رو داشته باشیم و بکگراند رو هم من البته گذاشتم، حالا نمیدونم که به چه شکل شده که در واقع یه مقداری کوچیک شده. حالا خب خدمت شما عرض بکنم، قرار هستش که امروز من اولین جلسه درس در واقع حالا اون بخشی که فیری یا رایگان نیست رو شروع کنم براتون. برای همینم من فکر کردم بهتره که یکی از حالا بخشایی که هم جذابه هم یه جورایی راحت تره و احتمالاً دوست داشتنی تره برای دوستان، در واقع اون رو شروع بکنم که در واقع مبحث کانتنت کرییشن یا در واقع تولید محتوا هست. حالا من یه توضیحات کلی اگر اجازه بدید اول خدمت یکی که شما دوستان عزیزم بدم. اول اینکه من واقعا عذرخواهی میکنم اگر سریای قبل هر چی خواستید جوین بشید نشد، متاسفانه، چون من پرسیده بودم از دوستانی که قبلا با گوگل میت کار کردن که آیا اگر گوگل میت رو پید پلنش رو ما نخریم در واقع کار میکنه یا وسط قطع نمیکنه، چون همه این در واقع نرم افزارها خودتون میدونید یه در واقع تایمی حالا 2 هفته نمیدونم 10 روز بعضن چیز داره، ترایال داره و شما میتونید از اون استفاده کنید و در واقع نیازی به پرداخت نیست، بعدش باید پرداخت کنید. من نمیدونستم، البته داخلش هم هیچ توضیحی نبود، به خاطر همین سریای قبل که ما خواستیم کلاس رو شروع کنیم متاسفانه مثل که 20 نفر بیشتر نتونستن در واقع شرکت بکنن، ولی خب الان میبینم خوشبختانه، چون من حقیقت الان پید پلن 500 نفریش رو خریدم و الان میبینم که حالا 25 نفر داخل هستن، پس این نشون میده که حالا یا یه سری از دوستان نتونستن بیان، ولی در حال این عدد 20-21 بالاتر نمیرفت تو سری قبل. این فکر میکنم نشون میده که انشالله این دفعه دیگه ما محدودیت تعداد برای افراد رو نداشته باشیم. هرچند که من حالا این کلاس ها رو ضبط میکنم و استثناً این کلاس دوم رو هم که الان براتون در واقع برگزار دارم میکنم حتما برای شما در کانال یوتیوبی آپلود خواهم کرد برای دوستانی که نیومدن، ولی خب برای کلاس های بعدی که قضیه یه مقدار تخصصی تر میشه خدمتتون عرض بکنم که قرار هستش که حالا به شکل دیگه اونها رو برگزار بکنیم، چون اونها دیگه کلاس هایی هستش که در واقع باید براش پیمنت انجام شه و حالا چون سایت رو من نتونستم متاسفانه تا روز شنبه
در کانال تلگرامی قول داده بودم تموم کنم. خب میخواستم پنل ادمین و در واقع کاربریش تموم بشه، اونا اوکی شد، ولی دیدم سایت همچنان هنوز ناقصه. گفتم که با توجه اینکه این هفته در ایران تعطیلات اربعین افتاد و ما می‌خواستیم کلاس رو شنبه بذاریم و مجبور شدیم دوشنبه بذاریم و حالا ما همینجور که قرار کردیم با بچه‌ها هفته 2 جلسه داشته باشیم، این هفته حالا استثناءً چون اولین جلسه یا حالا نیمه رایگان در واقع میشه گفت حساب میشه، این رو هم 1 جلسه‌ای میذاریم، یعنی این هفته ما همین دوشنبه رو کلاس داریم، ولی از هفته بعد حتما کلاس در واقع کلاسام به صورت 2 جلسه در هفته خواهد بود. و خدمت شما عرض بکنم که اونها رو دیگه در کانال یوتیوبی در واقع ما آپلود نخواهیم کرد و بر اساس در واقع حالا سایت اون لاگین پسوردی که بهتون میدیم میتونید برید ثبت نام کنید و در واقع از اونجا اکسس بگیرید برای افرادی که در واقع عضو هستن و میخوان ادامه بدن. اما من امروز گفتم حالا برای اینکه حالا کلاس قبلی که من گذاشته بودم شاید هنوز همچنان این قضیه برای دوستان اونقدری که باید و شاید روشن نیست و نمیدونن داستان چیه، چی قراره در واقع تبلیغ بشه، چی در قراره آموزش داده بشه و چی قراره انجام بشه در این کلاس ها و در نهایت نتیجه و محصولش هم چی قراره باشه. گفتم خب چه بهتر که یک کلاس دیگه هم به صورت رایگان داشته باشیم، به خاطر اینکه خب به هر حال این حق رو به دوستان میدم که برای در واقع دید اول حالا چون آشنایی ندارن شاید به هر حال هر کسی که میخواد پرداختی داشته باشه براش مهمه که بدونه بابت چی داره پرداخت میکنه و آیا اون ارزشش رو داره یا نه. من امروز اومدم که واقعا صحبت‌های خیلی عملی با شما داشته باشم و یک نمونه کار در واقع از بحث کانتنت کرییشن یا تولید محتوا که جز ساده ترین بخش هاست و به شکلی میشه گفت جذاب ترین بخش ها هم هست، اون رو خدمت شما در واقع درس بدم و ارائه کنم. برای همینم یک سری مقدماتی رو اگر اجازه بدید من باید توضیح بدم. اولا اینکه ببینیم مثلا هدف اصلی ما چی هست. هدف اصلی همونجور که در ابتدای کلاس و در اون چه که در تبلیغات خودمون گفتیم بحث کارآفرینی و بحث کاریابی هست. یعنی کارآفرینی به این معنی که ما در واقع می‌خواهیم یک فیلد کاری رو برای شما حالا نه اینکه تولید کنیم بلکه زمینش رو آماده بکنیم، و کاریابی به این معنی هستش که یک زمانی شما در واقع ممکنه حالا اسکیل یا مهارت انجام یک کاری رو داری ولی خب اون کار لزوما پیدا نمیشه یا بازارش پیدا نمیشه که شما بتونید انجام بدید. این از هر دو جهت هست، یعنی ما میخوایم روی هر یک از این دو در واقع شاخه برای شما هم صحبت کنیم و هم به طور عملی شما رو جلو ببریم. اولا اینکه شما خدمتتون عرض میکنم راجع به بحث کارآفرینی یا کاریابی میخوایم صحبت کنیم. موضوع و فیلد کار ما کاملا مشخصه. ببین کلاس های ما اسمش روش هست دیگه، ما گفتیم کلاس آموزش هوش مصنوعی برای در واقع کاریابی و کارآفرینی. بنابراین چیزی که ما میخوایم راجع بهش توضیح بدیم یعنی زمینه‌های کاری که حالا امیدوارم همه این دوستانی که تو این کلاس هستن ویدیوی قبلی من رو دیده باشن و اگر ندیدن حالا بعدا میتونن ببینن. ما 10 تا فیلد کاری مختلف رو معرفی کردیم که قراره درس بدیم و دوستان وقتی به اون کتاب به اون ویدیو مراجعه کنن خواهند دید که کارهایی رو که ما درش صحبت کردیم اصلا کارهای جدیدی نیست. یعنی این رو بیشتر برای این دارم خدمتتون توضیح میدم که یک بحث اعتمادی که قرار هست الان شکل بگیره. ببینید این اعتماد در واقع ما یه چیز عجیب غریبی از شما نخواستیم که شما بعضاً به خاطر مثلا اون بخواید حالا فکرهای عجیب غریبی داشته باشید یا نتونید اعتماد کنید یا اصلا بگید این کار میگیره نمیگیره. داستان این نیست، چون چیزی که ما میخوایم به شما درس بدیم کار جدیدی نیست.
ما میخوایم به شما روش و متد جدیدی برای کارهایی که از سالیان سال قبل تا حالا بوده به اصطلاح ارائه کنیم. اونم نه اینکه بنده‌ای که به شما میخوام تدریسش کنم میخوام ارائه کنم، این ارائه شده، من فقط الان نقش مدرس رو دارم به شما. یعنی اصلا چیزهایی که میخوام به شما بگم چیزایی نیستش که فرض بفرمایید نه امروز مثلا اومده باشه، نه حالا مثلا شکی رو این باشه که آیا این کارا اصلا به اندازه کافی نیازمند در بازار داره نداره، آیا براش درآمدزایی میشه کرد و امثال اون. چون 10 تا فیلدی که من به شما آموزش دادم رو اگر برید یکی نگاه بکنید خواهید دید که کل 10 تا فیلد در واقع خلاصه میشه در شغل‌هایی که یک مهندس کامپیوتر میتونه انجام بده. حالا لزوما هم مهندس کامپیوتر نه، اسمش رو من به عنوان کاتگوری مهندسی کامپیوتری میذارم، چون ما الان در خود بازار کار چه بسا افرادی داریم که مثلا در مبحث هک یا در مبحث کدنویسی شاید مثلا حتی دیپلم یا فوق دیپلم باشن، ولی به سبب اون که سالیان دراز در این زمینه کار کردن شاید حتی بشه از یک مهندس کامپیوتر هم خیلی کاراتر عمل میکنن، خیلی راحت پروژه های عملی رو میگیرن انجام میدن و در واقع میتونید ببینید که نیاز خاصی به این نداره که لزوما شما تحصیلات آکادمیک درش داشته باشید. هرچند حالا قطعا چون در مورد شاخه کاری هستش که به مهندسی کامپیوتر معروف میشه، حالا اگر بعضا کسی لیسانس مثلا کامپیوتر مهندسی کامپیوتر یا مرتبط باهاش مثلا نمیدونم آیتی هست، ریاضیات کاربردی هست و امثال اون هم داشته باشه، یا حتی اصلا به صورت جسته گریخته خودش یوزر در واقع پروفشنالی در بحث کامپیوتر باشه، میتونه به راحتی انجام شده و چیز خاصی نیست. پس ما اینجا وقتی راجع به کارآفرینی و کاریابی صحبت میکنیم این بودو میخوام تو ذهن شما راحت بکنم. اصلا ما چیز جدیدی نیاوردیم و راجع به چیز جدیدی نمیخوایم صحبت کنیم. همه کارهایی که در شاخه مهندسی کامپیوتر تا کنون انجام میشده رو ما یک به یک در جلسات مختلف، البته در این ترم اولیه و ترم در واقع جنرال یا عمومیمون به شما معرفی خواهیم کرد با در واقع حالا آموزش یک مثلا ساختن یک نمونه عملی یا یک پروژه ساده. چون در این کلاس اولیه ما خب ما متاسفانه وقت زیاد که نداریم، ما کلاس آموزشی در واقع به این شکل هستش که قراره 1.5 ساعت باشه و توی 1.5 ساعت که ما نمیتونیم یک پروژه حرفه‌ای رو انجام بدیم. از طرفی هم خیلی از دوستان این در واقع کورس اولیه و دوره جنرال برای این طراحی شده که خیلی از دوستان بیان و خودشون رو پیدا کنن. یعنی اصلا شاید مثلا خیلی از شاخه‌هایی که من میخوام درس بدم خیلی هم جذاب برای خیلی‌ها نباشه، مثلا تو اون 10 تا شاخه شاید هر کسی یه دونه‌شو بخواد دوست داشته باشه، شاید هم آدمایی باشن که دوست داشته باشن 2 تا 3 تا بعضن شاخه رو ادامه بدن. بنابراین دوره اولیه ما به تا حد امکان سعی کردیم آموزش رو ساده سازی کنیم و در واقع روی شاخه‌های مختلف و فیلدهای مختلف مانور بدیم براتون. ولی در دوره ثانویه که دوره پروفشنال هست، هر کدوم از دوستانی که دوره اول رو گذروند و احساس کرد که میتونه در یکی از این فیلدها کار کنه و بعضاً اون در واقع نمیدونم خلاقیت، استعداد خودش رو شناخت، علاقه خودش رو شناخت و پیدا کرد که کدوم یکی از اینا رو دوست داره ادامه بده، اون موقع در دوره حرفه‌ای میتونه در واقع چیکار بکنه؟ میتونه به طور اختصاصی و پروفشنال روی اون شاخه فقط بره بخونه. قبلا هم حالا گفتم، باز تو این کلاس چون من یه سری اسمای جدید میبینم یه بار دیگه توضیح میدم، ولی خب طولانی نه، خیلی خلاصه که ما دوره هامون رو همونجور که عرض کردیم 2 تا دوره 10 جلسه‌ایه. 10 جلسه اول جنراله، 10 تا 1.5 ساعت و هفته‌ای قراره 2 جلسه باشه. من می‌خواستم 3 جلسه بذارم، این از بود توانایی وقتی من نیست، بلکه خود از فیدبک خود بچه‌ها استفاده کردم. بچه‌ها میگن خب چون میخوان تمرین کنن بعضن خب ممکنه شاغل باشن و نرسن، خب گفتن اگه میشه هفته‌ای 2 تا بیشتر نذاریم برای اینکه بتونن
در واقع تمریناتشون هم داشته باشن و جا بیفته. دوره پروفشنالمون هم به همین شکله، منتها این به این معنی نیست که ما کلا 20 جلسه داریم. این به معنی این هستش که ما 110 جلسه داریم. یعنی هر یک جلسه در واقع دوره جنرال خودش در دوره دوم به 10 جلسه دیگه تقسیم میشه. بعضا اگر در مثلا شاخه وب دیزاین شما علاقه‌مندید و میخواید کار بکنید، تو دوره اول من وب دیزاین رو در واقع برای شما مبانی اولیه‌اش رو درس میدم و یه وبسایت ساده که فیچرهای در واقع کمی رو داره برای شما بالا میارم. ولی بعضا در بخش قسمت پروفشنال یا دوره دوم که دوره حرفه‌ای هست، ما دیگه 10 جلسه 1 ساعت و نیمی داریم. یعنی عملاً 15 ساعت آموزش داریم و تو این 15 ساعت فرصت داریم که یک وبسایت فول فانکشنال، یعنی در واقع تمام فانکشن هایی که یک کارفرما ممکنه برای ساخت وبسایت از شما بخواد، چه در بخش بک‌اند یا پشت قضیه یا اون بخشی که سرور سایت بهش میگن، چه در بخش فرانت اند یا اون ظاهر وبسایت که یو آی و یو ایکس بهش میگن، هر دو رو کامل برای شما بالا خواهیم آورد. ولی من حقیقتش از جلسه قبل تا این جلسه آموزش که دادم، چون من پیوسته در حال ریسرچ هستم و چون قراره به عنوان مدرس این کار باشم، البته چیزی که به شما میخوام درس بدم بالای 1 ساله، یعنی 1 سال اندیست که مطلب دارم در میارم، ولی همچنان انقدر سرعت پیشرفت این علم بالاست و انقدر که در واقع جالب هست، اگر که بخوام یه مقدار من حالا دست از ریسرچ بکشم یا ادامه ندم، ممکنه که خیلی سریع جا بمونم. بنابراین حداقل از این جهت میتونم خیال شما رو راحت بکنم که اون چه که به شما آموزش میدم آپدیت ترین علم الان هست، برای اینکه حداقل فکر نمی کنم حالا آدم‌های خیلی زیادی شبیه خودم باشن که این میزان تایمی که من پشت کامپیوتر در شبانه روز میگذرونم رو وقت بگذرونن و انقدر در واقع زمان بذارن. بنده تقریبا 1 سال خورده و به طور متوسط روزی به جرئت میگم 13 تا 18 ساعت پای کامپیوتر هستم و حالا من چون تمام زمینه‌های در واقع حالا کاری و حالا از بعد دانش آکادمیک همه چیز درسی که خوندم در دوره در واقع لیسانس و فوق لیسانس هر دو به کامپیوتر مربوطه و تقریبا میتونم بگم نزدیک به 30 سال هست در حوزه‌های مختلف کامپیوتر کار کردم. خب کارم اصلا با کامپیوتر هست و به عنوان ریسرچر هم یا ریسرچ منیجر هم مدت زیادی چند سالی کار کردم و روش‌های در واقع علمی ریسرچ کردن رو کاملا بهش تسلط دارم. به خاطر همینم میدونم که در واقع چطوری با چه کیوردهایی و از چه روش‌هایی باید سرچ کنم تا در نهایت به نتیجه برسم. برای همین این رو میخوام به شما بگم. این توضیحات مقدمه برای این بود که من تا الان میخواستم حقیقتش 2 دوره بذارم، ولی الان به شما میگم که چرا این کارو میکنم. الان بعد به شما اعلام بکنم که میخوام این 2 دوره تبدیل به 3 دوره بشه. یعنی 2 دوره، تو دوره دوم که دوره پروفشنال هست، شما کاملا آماده و در واقع اسکیلفول خواهید بود برای اینکه یک حالا پروژه واقعی و جدی رو انجام بدید. اما چون یکی از اهدافی که این کلاس ها رو من تشکیل دادم اینه که واقعا میخوام یه تیم ورک درست کنم و از دوستانی که در کلاس های ما شرکت میکنن و بعدش علاقمند هستن که ادامه بدن از بعد کاری با شخص بنده، یک دوره در واقع فوق پروفشنال هم برای اونها خواهم داشت و اون رو حالا بعداً بهتون توضیح میدم که حالا برای چی این کار رو میکنم. برای اینکه در ضمن این ریسرچ هایی که انجام دادم و در ضمن طراحی این کورس هایی که به شما میخوام آموزش بدم، به روش های جدیدتر و روش های خیلی خیلی کاراتر و در عین حال در واقع دیپتر و عمیقتر در بعد
مسئله عرضم به حضور شما که حالا برنامه نویسی، کدزنی و امثال اون رسیدم که البته قرار نیست هیچ یک از شما کد نویسی کنید. اینو بگم، قبلا هم توضیح دادم، قرار همه این کارا رو هوش مصنوعی انجام بده. اما خود هوش مصنوعی هم خوشبختانه لول های بسیار مختلف و متفاوتی رو به شما ارائه میکنه و اگر شما بخواید بعضن یک در واقع وبسایت دیزاینر بشید یا وبسایت دیزاینر اصطلاحاً فول استک بشید، یعنی بک اند و فرانت اند و کامل بهش مسلط باشید، خب یک حالتش این هستش که من در دوره مثلا جنرال به شما یک مدل AI یاد میدم برای اینکه یه وبسایت ساده با فیچرهای کم درست کنه. در واقع دوره پیشرفته یک AI بسیار پیشرفته تر به شما در واقع آموزش میدم که تک تک آیتم های در واقع مورد نیاز در بخش در واقع طراحی وبسایت رو شما بتونید در اونجا، یعنی یه وبسایت فول داینامیک اصطلاحاً، تمام بخش های این وبسایت قابلیت تغییر داشته باشه. اون هم به چه شکل؟ اون هم همش با استفاده از AI یا هوش مصنوعی و نه تنها اینطور باشه، من نه تنها شما در بخشای از اون بتونی از کدهای HTML، کدهای در واقع اصطلاحاً امبد کد در حالت کد کلی میگن، جاوا اسکریپتی و هر چیز دیگه ای که اون کد رو هم AI دیگه ای به شما داده درش استفاده کنی. نه تنها اینها، بلکه قابلیت این رو داره که خیلی از بخش‌های اون سایتی که با در واقع هوش مصنوعی که در دوره جنرال دارم به درس میدم اون قابلیت‌ها رو نداره، اینجا اون قابلیت‌ها رو داشته باشی که انجام بدی به طور کامل، از جمله پنل کاربری، پنل ادمین و در واقع درگاه پرداخت و کار کردن با API ها که یکی از بخش‌های بسیار بسیار مهم و حرفه‌ای هست و انقدر زیاد هستش که انقدر وسیعه که حالا حتی برای نمیدونم اونایی که بحث در واقع وبسایت دیزاین با وردپرس رو هم کار کردن میدونن که خب خیلی جا خیلی محدودیت ها وجود داره. اما استفاده ما از AI به این شکل هستش که ما در AI در واقع نه از وردپرس میخوایم استفاده کنیم، میتونیم از وردپرس هم استفاده کنیم، اون رو هم بهتون به صورت ضمنی میگیم، ولی اصل قضیه ما این نیست. اصل قضیه که ما میخوایم به شما آموزش بدیم اینه که اگر شما هیچ CMS آماده ای نداشته باشی، CMS میشه Content Management System، به در واقع قالب‌های آماده وبسایت شبیه وردپرس میگن CMS. اگر شما دسترسی به یک همچین در واقع CMS هایی هم نداشته باشی، به راحتی بتونی مثل یک مهندس کامپیوتر کاملا حرفه‌ای خودت یک وبسایتی رو از ابتدا تا انتها طراحی کنی و نه تنها طراحی کنی بلکه ببخشید یه سری شاید از صحبتایی که دارم میکنم تکراریه برای اینکه دوستان جدید خیلی زیاد هستن، الان میخوام همه بدونن داستان چی هست. نه تنها خودت طراحی کنی بلکه از مرحله اول، اصطلاحاً بهش میگن رودمپ یا نقشه راه، از مرحله اول، از این که شما یه نفری که میخواد بهت وبسایتی رو سفارش بده، بعضا اولین چیزی که به شما میگه درخواست میکنه مثلا من فلان نوع وبسایت رو میخوام بزنم، مثلا آنلاین استور میخوام بزنم، میگیم اوکی. خب شما به عنوان مهندس کامپیوتر یا وب دیزاینر میپرسه خب آنلاین استوری که شما میخواید چه اصطلاحاً فیچرز ها یا در واقع امکاناتی میخواد داشته باشه. خب ایشون به شما میگه، وقتی که میگه خب معمولاً هم افرادی که به شما رجوع میکنن افرادی هستن که خب از علم کامپیوتر سر در نمیارن که شما رو به عنوان وب دیزاینر میخوان استخدام بکنن. خب چون سر در نمیارن پس خیلی چیزا رو هم نمیتونن به شما بگن. برای همین مرحله اول اینه که شما اصطلاحاً یه وبسایت مپ بکشید، یعنی یه نقشه خود وبسایت بکشی و این رو به اونها تحویل بدی و تک تکش رو توضیح بدی که این برای چیه، یعنی چی و چه کار میکنه و در نهایت که ایشون پذیرفت یک قراردادی بین شما منعقد میشه که بابت اون قرارداد بعضا یه مبلغی در نظر گرفته میشه و حالا اصول کار اینجوریه، مثلا 50% مبلغ رو اول میگیری شما کار میکنی، 50% رو هم در واقع حالا
به شکل مختلف، بعضی جا بعد از تست نهایی میگیرن، بعضی ها باز 2 قسمت میکنن که حالا راجع به اون هم در بخش کاریابی به شما کامل توضیح میدم که چه اصولی رو باید رعایت کنید. ولی میخوام اینا رو برای چی گفتم؟ برای این میخوام بگم که شما ممکنه الان به عنوان کسی که اومدید، چون من حداقل تحصیلات این کلاس رو دیپلم در نظر گرفتم، یعنی فرض کردم کسی که فقط بلد کامپیوتر دکمه‌شو بزنه روشن کنه و بلد یه وب براوزر باز کنه، بره مثلا گوگل سرچ کنه، همین. من نمیخوام الان اینجا قرار نیست کلاس برای دوستانی که بعضن فرض میکنیم مثلا پی اچ دی کامپیوتر دارن الان مثلا اینجا باشن، برای این دوستان کلاس طراحی نشده و هرچند اگر دوست داشته باشن و باشن در خدمتشون هستیم. ولی میخوام بگم من اینقدر برای شما این کلاس رو ساده سازی کردم و در حد امکان و در حد توان میخوام واقعا شما با کمترین سطح دانش کامپیوتری بتونی اون رو یاد بگیری، که اگر این چیزهایی رو هم که به شما میگم بتونی یاد بگیری، که من میگم قطعا میتونی یاد بگیری، چون بحث اصلی یادگیریش در واقع ذهن شما نیست. شما فقط باید یک روش تعامل کردن با هوش مصنوعی رو یاد بگیری و همونطور که جلسه قبلم گفتم تعامل با هوش مصنوعی فقط و فقط با یک زبان و اون هم زبان انسانی است. وقتی با زبان انسانی انجام میشه خب دیگه خیلی باید کار راحت بشه. یعنی اینکه دیگه شما نیاز نیست کد بزنی، دیگه نیاز نیست مثلا اگر میخوای یه چیزی برای تایپ بشه مثلا مثل فرض کن پایتون، زبان پایتون بیای مثلا مثل پرینت مثلا فلان، اینجا دیگه اصلا این نیست. اگر قراره چیزی تایپ بکنی عین اصلا فارسی میگی تایپ کن یا انگلیسی مثلا میگی تایپ ایت، دیگه غیر از این چیزی نیست. و فکر نمی کنم دیگه زبانی ساده تر از این و روشی ساده تر از این بخواد برای کار کردن منظورم در بخش کار شبیه یک مهندس کامپیوتر، حتی بعد از این هم تکنولوژی هر چقدر پیشرفت کنه به وجود بیاد. به خاطر اینکه دیگه این حداقل دیگه شما حالا اونایی که مهندس کامپیوتر نیستن و از کامپیوتر استفاده میکنن در واقع یک یوزر حساب میشن. اونایی هم که مهندس کامپیوتر هستن خب کسی هستش که نه تنها یوزره بلکه خودش قدرت دیولپر بودن داره، برنامه‌نویس بودن داره و قدرت داره که خیلی از در واقع اتوماسیون ها رو انجام بده. ولی الان با ابزار هوش مصنوعی ما اومدیم به شما بگیم شما اگر قبلا مثلا برای اینکه یک دیولپر حرفه‌ای میشدی، بعد از این که تازه من این رو برای بعد از این در نظر میگم که شما یک لیسانس کامپیوتر رو گرفته بودی و تازه وارد بازار کار میشدی، شاید حداقل 3-4 سال باید کار میکردی. حالا برای دوران ما که تقریبا دوره لیسانس خودم رو بگم هولوش فکر میکنم 26-7 سال پیش بوده، اون زمان خب زبانهای خیلی سطح پایینتری بود، زبانهای نمیدونم سی پلاس پلاس، پاسکال، فورتران، کوبول، بیسیک، نمیدونم خدمتتون عرض کنم حتی توی مثلا پایگاه داده نمیدونم فاکس پرو امثال اونا بود. بعد یه مقدار رفتیم جلوتر ویژوال ها اومد، ویژوال بیسیک و امثال اون اومد همینطور جلو. ولی الان که دارم با شما صحبت میکنم نشمردم حقیقت، ولی شاید نمیدونم بالای 1000 مدل ما زبان مختلف کامپیوتری در حوزه‌های مختلف داریم، بسته به اون که در واقع شما چه استفاده‌ای دارید. حالا حتی اون زمان ببینید شما اگر می‌خواستید یک دونه از اینا رو هم فقط یاد بگیرید، برای یادگیری یکی از اینها شما نیاز داشتید که بعد از دوره لیسانستون حداقل 3-4 سال عملی کار کنید. چرا؟ دلیلش این است. حالا از دوستان الان من اینجا آقای مهندس کیا رو میبینم عکسشو که ایشون هم در واقع مهندس کامپیوتر هستن میدونن و کدنویس هستن، خودشون دوستان دیگه هستن آقای مهندس طاهری هستن و بقیه دوستان میدونن. خب زبان برنامه نویسی به این شکل هستش که وقتی شما میخوای برنامه رو بنویسی اولا که خب کار سختی از این جهت که خیلی زمان بره تایپ کنی، ذهنت باید درست کار بکنه، اصطلاحاً باگ یا اشکال در واقع برنامه نویسی به وجود نیاد. عرضم به حضور شما که خیلی از مسائل مختلف رو باید شما زمان میگذاشتید و خودتون یاد میگرفتید. الان دیگه این داستان نیست و خدمت شما عرض کنم که
اون تایم طولانی مثلا 3-4 سال بعد از دوره لیسانس که خودش هم 4 سال هست، یعنی شاید شما حساب کن 8 سال باید زمان میذاشید تا یک برنامه‌نویس حرفه‌ای میشدید. ولی من الان واقعا به جرئت به شما میگم، البته شرط داره ها. ببینید من نیومدم اینجا به شما یه چیزی رو به عنوان حالا نمیدونم تبلیغات و خوشگل کردن و مثلا آرزوی الکی تو ذهن شما یا امید الکی ایجاد کنم. نه، واقع بین میخوام با شما صحبت کنم، چون واقعا آسون شده، ولی همین آسون هم به هر حال نیازمند اینه که شما تمرین کنید دیگه. اگر قرار باشه که هیچ تمرین نکنید و من فقط اینجا گوینده باشم و شما شنونده، بعد از این کلاس هم که رفتید خداحافظ و تا کلاس بعدی به هیچ وجه شما در واقع کلاس رو ادامه ندین، خب یعنی تمرینش رو انجام ندید، خب مشخصه که یا یاد نمیگیرید یا اون چیزی که یاد گرفتید احتمال زیاد داره که از یادتون در واقع بره و در نهایت هم شما به مشکل میخورید و در پایان این کلاس ها هم در واقع شاید چیزی دستگیرتون نشه و در عمل هم نتونید کاری بکنید. اما اینو بهتون میگم اگر واقعا همراه باشید، کلاس ها رو واقعا در سطح ساده ترین حالت توضیح قرار دادم. برای همین هم کلاس امروز رو بحث در واقع کانتنت کرییشن یا تولید محتوا گذاشتم. یه تولید محتوای کوچیکه، یه ویدیو کوچیک، اصلا میخوام بهتون یاد بدم چجوری میشه درست کرد. و جالبم اینجاست که مال یکی از دوستان خودمون است، آقای محمد دهقانی، که نمیدونم الان در این لیست ما هستن یا نه. بله هستن. برادرشون هم آقای مهندس دهقانی، آقای مهدی دهقانی هستن. ایشون یه در واقع در حالا نمایشگاه ماشین در واقع در منطقه همون عراق دارن و از خودشون خواستم، گفتم که اگر دوست دارید عکسایی برای من بفرستید و چیز، من میخوام به طور ساده یه تیزر تبلیغاتی برای مثلا یه فرض بفرمایید نمایشگاه ماشین درست بکنن و حالا از خودشون اجازه گرفتم و خودشون هم دوست داشتن، الان هم سر کلاس هستن. میخوام ببینیم چه کار میکنیم. البته من یه بخشیشو مجبور بودم جلو ببرم، ولی تک تکشو توضیح میدم برای اینکه ترس داشتم از اینکه شاید تا پایان کلاس تموم نشه. بالاخره درسته با ای آی کار سریعه، ولی به خاطر اینکه کانتنت ها یا محتواهایی که به ما میدن لزوما کانتنت یا محتوای آماده نیست، خب این نگرانی ایجاد میشه که شاید برای اینکه اونا رو آماده سازی بکنی یه مقدار زمان بیشتری ببره. ولی چون از اول هم توضیح دادم در بخش کلاس جنرال ما قراره به شما بیش از این که بخوایم آموزش بدیم، آموزشی که یعنی در واقع شما یه پروژه واقعی و عملی بگیرید، فقط ما میخوایم در این دوره شما رو آماده کنیم، به شما این اعتماد به نفس رو بدیم، به شما عملا نشون بدیم که آقا این کار شدنیه و سرعت کار چقدر بالاست. وقتی شما به این باور رسیدی و شاخه مورد نظرت رو انتخاب کردی، در واقع در ترم دوم هست که شما میتونی واقعا به اون مرحله برسی. دلیلش هم گفتم، دلیلش هم این نیست که ببخشید من از بعد اقتصادی بخوام که حتما شما بیای هزینه ترم 2 رو بدی. نه، به خدا میدونه که دلیل این نیست. به خاطر اینکه وقتی شما میخواید یاد بگیری اون کار رو حرفه‌ای که واقعا هیچ کسی فکر نمی‌کنه هیچ بنی بشری باشه بتونه به شما در ظرف 1.5 ساعت این همه نکات رو یاد بده. اما همینی که در یک کلاس 10 جلسه‌ای که کلاً 15 ساعت میخواد وقت بگیره، شما بتونی مثلا از بعد وب دیزاینر شدن تبدیل به یه فول استک بشی، یعنی کسی که در بخش بک اند و فرانت اند همه رو خودش انجام میده، خود این فوق العاده معجزه است. و اینکه هفته‌ای 2 جلسه هم باشه، 10 جلسه میشه 5 هفته، یعنی در واقع از 1 ماه و چند روز، حالا 4 هفته میشه 28 روز دیگه، 1 ماه و چند روز، در از 1 ماه و چند روز شما تبدیل خواهی شد اگر با من بیای، همزمان با من باشی و همزمان با من حرکت بکنی، تبدیل خواهی شد به یک وب دیزاینر حرفه‌ای که میتونی در همون زمان بهت قول میدم میتونی پروژه بگیری. و اگر خودت رو اثبات کنی، ما پایان این دوره ها گفتیم یک امتحان هم از شما میگیریم. دوستانی که علاقه دارن، برای در واقع دوستان مدرک از دانشگاه معتبر در واقع دنیا هم آماده شده هست
یعنی البته صحبت من اصلا مدرک گرایی نیست، ولی برای اونایی که دوست دارن بالاخره میخوان بدونن که حالا ما این دوره رو گذروندیم یه جایی بگیم یا همچین چیزی، اون مدرک رو هم من با دوستان صحبت کردم، اون مدرک رو هم آماده بکنن برای اون دوستان. ولی بحث اصلی خود من و هدف اصلی اینه که شما واقعا تبدیل به یک یوزر اسکیلفول بشی، تبدیل به یک شبه مهندس کامپیوتر بشی. حالا میگم شبه به خاطر اینکه بعضا شاید درسای آکادمیکیشو ندونی، ولی در کل کاری رو انجام میدی که یک مهندس کامپیوتری که 4 سال برای دوره لیسانسش درس خونده اون هم همون رو انجام میده. و فقط شاید از بعد فهمیدن منطق زبان ماشین با یک مهندس کامپیوتر فرق کنی، ولی در عمل چون به هر حال مهم نیست وقتی شما از یه نفر دستور مثلا طراحی یک وبسایت رو میگیری دیگه اون کاری نداره که شما زبان ماشین میفهمی یا نمیفهمی، که مهم اینه که آقا اون وبسایت رو اولا شما بتونی دیزاین کنی و ثانیاً اون وبسایت باگی نداشته باشه، یعنی فول فانکشنال بدون پرابلم کار کنه. این مهمه و ما میخوایم از شما یه همچین انسانی بسازیم، از شما یه همچین شخصی بسازیم در این دوره ها. پایان این دوره ها که شد، دوستانی که علاقه‌مند بودن، من واقعا به جرئت این رو میگم چون من به ازای این 10 تا شاخه‌ای که میخوام درس بدم 10 تا استارتاپ میخوام راه بندازم و همونجور که از قبل گفتن یک دست صدا نداره. خودم آدمی هستم که وقتم واقعا پره و سرم شلوغه، نیاز به یک تیم دارم. حالا پایان این دوره بعضا ممکنه شما بگید نه اصلا من خودم کار میتونم پیدا کنم، خودم به اصطلاح تواناییشو دارم، نیازی ندارم، یا اصلا علاقه‌مند نیستم به تیم ورک. هیچ مشکلی نیست، هر جوری خودتون دوست دارید. ولی اگر دوست داشتید ما شما رو جذب میکنیم که جزء تیم ما بشید. حالا تیم ما شدن چه ارزشی داره؟ تیم ما شدن ما 2 کار میکنیم، چون ما به شما وعده درآمدزایی در این کار دادیم و این وعده رو به شما عملا اثبات خواهیم کرد، یعنی اینکه بتونید درآمد کسب بکنید. اینجا کلاس معذرت میخوام مثلا حالا کریپتو یا مثلا فارکس یا امثال اون نیست که شما بخواید سرمایه بذارید و باید سالها کار بکنید یا آیا برنده شید آیا برنده نشید. نه، اینجا واقعا همونجور که عرض کردم کارهایی هست که از 30 سال 40 سال پیش همچنان بوده و مهندسای کامپیوتر و دیولپرها وب دیزاینرها همه داشتن انجام میدادن. هموناست، بابت اینا هم کلی پول گرفتن، هنوز هم پول میگیرن. فقط ما اومدیم یک کاتالیزور برای شما آوردیم، یه چیزی که سرعت کار شما رو بالا ببره، یه چیزی که قرار بوده سالیان سال شما وقت صرف بکنید و خدمتتون عرض کنم بعد از وقت صرف کردن در نهایت بتونید به اون نقطه برسید. الان در یه مدت زمان خیلی کوتاهی بتونید بهش برسید. بچه‌ها من نمیدونم این مشکل باز چیه که دوباره به من پیام داد که اگه میخوام اکستند کنم امیدوارم بزنم قطع نشه، چون من واقعا پلن پولی گوگل میت رو خریدم. اون دفعه هم این پیام اومد و در نهایت قطع شد. حالا امیدوارم نشه. من این رو میزنم، نمیدونم چرا باز روی بحث پرمیوم میره، ولی امیدوارم که قطع نکنه. اگر قطع کرد احیانا همین الان به دوستانی که سر کلاسم بگم، چون قطع که میشه دیگه نمیذاره اون لینک قبلی رو من استفاده کنم. دوستان سریعا برن در کانال تلگرامی که دارن، من سریع لینک جدید میذارم. نمیدونم باز مشکل چی هست، چون من این رو خریدمش واقعا برای 1 ماه بیزینسیش هم خریدم که گفته بوده 500 نفر ظرفیت داره. حالا الان باز این پیام برای من اومد. امیدوارم که این مشکل پیش نیاد. فقط بدونید که اگر یه وقت کلاس قطع شد سریعا برید از توی کانال تلگرامی که دادم، من سریع لینک جدید رو میذارم و دوباره جوین شید. خب خدمتتون عرض کنم، پس راجع به این صحبت کردم که کاری که داریم انجام میدیم قرار شده شما باش کاریابی کنی، کارآفرینی بکنی. اگر خودت میتونی کار پیدا کنی که هیچ، اگر نمیتونی باز 2 راه داری. یک راه اینه که از سایت هایی که به نام سایت های فریلنسری معروفن، خیلی زیادن، freelancer.com، فیگما، نمیدونم خیلی زیادن، میتونید به راحتی شما پیدا بکنید. حتی خود بابل آی او خیلی جا هستش که کار میده به شما. و عرضم به حضور شما که برید اونجا کار رو بگیرید، پروژه رو بگیرید یا یه پروفایلی باز کنید یا
مثلا حتی در سایت های شبیه لینکدین میتونید برای خودتون پروفایل باز کنید، کارا یا مثلا چیزای پروژه های شخصی تر بگیرید و حالا بسته به اون فیلدی که کار میکنید، مثلا در حوزه هک و باگ مانتی که بهتون آموزش میدم، خب باید برید تو اون پلتفرما مثل هکروان، مثل نمیدونم باگ کراود و امثال اون برید و هست، کار هست. حالت بعدیش اینه که بعضا شما میفهمید که آقا خب برای من سخته، یا مثلا من نمیتونم، یا چون در ایرانم این مسائل فرض بفرمایید حالا تحریما و انتقال پول و یا مثلا خیلی از سایت ها وقتی که شما لوکیشن و آی پی مال ایرانه بند میکنه شما رو و اجازه نمیده. برای اون دوستان من دارم میگم، اونایی که دوست دارن، من برای دوستان کار خواهم گرفت، یعنی من خودم کار فریلنسری خواهم گرفت. هدف از ساخت این تیم همینه، کار فریلنسری خواهیم گرفت و این کار رو پخشش خواهیم کرد. یعنی یه پروژه بزرگ میگیریم، هر یک از دوستان در هر بخشی که در واقع قدرت کافی رو به دست آورد و اسکیلفول شد، میاد میگم آقا شما، ما یه همچین پروژه داریم، یه جلسات اینجوری عین همین الان که با گوگل میت برای شما کلاس گذاشتم، جلسات اینجوری میذاریم براتون، میگیم قراره یه همچین پروژه انجام بدیم. خود بنده به عنوان پروژکت منیجر یا مدیر پروژه کل پروژه رو برای شما باز میکنم، داستان چیه، مپ و رود مپش رو میکشم، مپ یا نقشهش رو میکشم به شما نشون میدم. هر قسمتش رو هر یک از دوستانی که دوست داشت انتخاب میکنه بر اساس توانایی خودش و بعد از اینکه انتخاب کرد این کار تقسیم میشه و در نهایت وقتی پروژه انجام بشه اون مبلغی هم که بابتش پرداخت میشه به نسبت اون کارهایی که دوستان انجام میدن بین دوستان تقسیم خواهد شد. به نسبت میگم به خاطر اینکه خب همه میدونن دوستانی که کار کردن، کسی که در بخش مثلا بک اند داره کار میکنه با کسی که در فرانت اند کار میکنه خب کارش خیلی فرق میکنه. حالا هر کدوم به هر حال تخصص خودشون میخواد، اما خب قطعا فرانت اند از بک اند خیلی آسان تره. بک اند وقتی شما مثلا رو انجین یک سایت میخوای کار بکنی، با API های مختلف میخوای کار کنی، سکیوریتی سایت رو میخوای بالا ببری، باگش رو میخوای بگیری، اپتیمایز سرعتش میخوای بکنی، خب این آدم خیلی باید حرفه‌ای تر باشه و خیلی تایم بیشتری باید بذاره. هر چند باز هم میگم الان قراره همه این کارا رو AI بکنه، اما همون AI هم به هر حال تایمی که شما میذاری بیشتر خواهد بود، چون تعداد تسک ها یا وظیفه هایی که به شما داده میشه بیشتر خواهد بود. برای همین هم شما باید در واقع چه کار بکنید؟ باید یه بخشی رو انتخاب بکنید که اولا تواناییشو داشته باشید و بعد هم مبلغی که بابت اون بخش داده میشه از همون اول مشخص میشه که اگر علاقه‌مند بودید در واقع روی اون کار بکنید. خب یک لحظه من یادداشتامو نگاه کنم ببینم اگه چیزی نمونده بگم، برم سراغ خود در واقع پروژه‌مون. نه فکر میکنم اون چی که باید توضیح میدادم دادم. الان از تایم کلاسی که به طور نرمال میخوایم بذاریم تقریبا یه 40 دقیقه مونده که حالا ما تقریبا یه 10 دقیقه هم دیر شروع کردیم، بیشتر شد اشکالی نداره. من اگر اجازه بدید صفحه خودم رو ببینم. خب من شیر میکنم، فقط یادتون باشه اگر ما رو قطع کرد سریعا لطفا روی کانال تلگرامی دوباره لینک جدید رو بگیرید. من نمیدونم، میگم چون من الان واقعا پرداخت کردم بابت این و نمیدونم چرا این کار رو میکنه، اینا رو اذیت کننده شده، ولی خب باید برای دوره بعد دیگه واقعا درستش بکنم. احتمالاً یه مشکلی هست که نتونستیم به اصطلاح این رو درست بکنیم. خب عرضم به حضور شما که اگر روی ویندوز بذاریم، من یک لحظه فقط عذرخواهی میکنم، به من اجازه بدید که من روی گوشی خودم هم این رو ببینم شما چی میبینید، یه وقت چیز نباشه. آها خب پس من الان روی آره الان من رو گوشی خودم میبینم که من لینک ها رو تبا رو که رد میکنم شما میتونید ببینید. خب بسیار عالی.
خب ببینید دوستمون آقای محمد دهقانی در واقع یه سری عکس به من دادن و یه فیلم کوچولو. ما قرار شد ایشون همونجوری گفتم برای یه نمایشگاه ماشین چیز بکنیم. حالا من بسته به اینکه چقدر زمان داشته باشیم من یه تیکه از این پروژه رو انجام دادم، ولی مجبورم که در واقع چیز بکنم دیگه، در واقع تا آخرش برم و بعد به شما توضیح بدم که چجوری این کارا رو میشه کرد و چطور میشه درست کرد. فقط اول یه پیریویو ازش ببینید چون ما اینو خروجی نگرفتیم. برای اینکه اول باید بدونید که ما از هوش مصنوعی به نام کنوا داریم استفاده میکنیم. سایت کنوا رو میبینید. این سایت کنوا یکی از سایت‌هایی هستش که در زمینه تولید محتوا تقریبا میشه گفت جزو بهترین هاست و سایتی هستش که به شما امکانات و فیچرهای بسیار زیادی میده و خیلی در واقع کار شما رو راحت میکنه در بحث در واقع انجام پروژه‌تون. حالا این بخش‌های مختلفی داره، چه در ساخت، حالا فرض بفرمایید چه میدونم عکس، تصویر، در واقع حالت تبلیغاتی، لوگو، ویدیو، پرزنتیشن، رزومه، هر چیزی که بخواید این داره. حالا حالتهای مختلفی هست که از این میتونید استفاده کنید. من به شما یک به یک توضیح خواهم داد. منتها همونجور که عرض کردم این کلاس ما قرار نیست کلاس آموزش کاملی باشه، چون فقط من اومدم به شما نشون بدم که چطور این اتفاق میفته و چطور میتونیم این کار رو بکنیم. ببینید اولین چیزی که به شما آموزش دادم راجع به زبان استفاده از هوش مصنوعی بود که زبان استفاده از هوش مصنوعی در واقع چی بوده؟ زبان پرامپت نویسی اصطلاحاً بوده، همونجوری که خودتون میدونید. یعنی زبانی هستش که مثل زبان انسانیه. بنابراین اگر تو صفحه اول سایت کنوا بیاید شما وارد بشید در بخش هومش، اینجا یا رو خود کنوا مثلا من کلیک بکنم، این صفحه اولیه رو شما مشاهده خواهید کرد که خدمتتون عرض بکنم. ببخشید یه برگشتی من بکنم. یه مقداری به خاطر اینکه صفحه رو شیر کردم اینا سرعت اینترنت اذیت میکنه، ولی مشکلی نیست چون خیلی تبای زیادی باز کردم. الان من یک ویدیو تبلیغاتی ساده از همین آقای در واقع محمد دهقانی درست کردم برای چه میدونم چی میگن نمایشگاه ماشین. ببینید چه جوریه، بعد میریم جلو که ببینیم قطعه قطعه اینو چطور کار کردیم و چطور میتونیم اضافه کنیم. این الان کامل نیست، فقط نگاه بکنید بعد ببینید که من با چه ابزارهایی کار میکنم و چه جوری تغییر ایجاد میکنم. این دوستمون آقای محمد دهقانی است. من این تیکر البته به این شکل نمیخواستم بذارم، الان از اینجا پاکش میکنم چون قراره یه چیز جدید بذارم. یه تیکر رو فقط برای شما نشون دادم که ببینیم چه کار میخوایم بکنیم و چطور میشه یه همچین پروژه ساده ای رو در واقع در آورد و از هوش مصنوعی استفاده کرد. چون که من
به آقای محمد دهقانی گفته بودم که یک در واقع ویدیوی حالا ساده با لباس ساده خودش بگیره. حالا اشکالی هم نداره، البته من ایشون با لباس در واقع تیشرت گرفت در منزل، گفتم اشکال نداره اگر اجازه بدید اینو میذارم ببینید من همین رو چه تغییری دادم، بعد میریم روی توضیحات. سلام خدمت همه دوستان عزیز. محمدی عراق ابتدا این رو نباید میکشیدم و میآوردم. یک لحظه من بعد فقط رو خودش کلیک بکنیم، همون کافیه. من یه مقداری به خاطر اینکه این برنامه‌ها رم زیادی میکشه از کامپیوتر و از قبل از کلاس مجبور بودم اینا رو روشن نگه دارم، یه مقداری سرعت خیلی پایین اومده و دلیل اینکه کلیک میکنم انقدر طول میده همین هستش. حالا اجازه بدید من الان بابت هر یک کلیکی رو میکنم خیلی زمان زیادی در واقع انجام میشه. خب من میام روی در واقع این مقدار جلوتر. فرض کنید اینجا الان اینجا اگر بخوام سلام خدمت همه دوستان عزیز. اینجا اتوگالری محمدی عراق ابتدای خیابان آیت الله غفاری جنب ایران خودرو، فروش انواع محصولات ایران خودرو، سایپا و کرمان موتور با بیش از 20 سال سابقه درخشان در استان مرکزی. خب الان ویدیو اصلی این بوده و من از ایشون عکس هم البته گرفته بودم. حالا ببینید من این رو با AI تبدیل به چی کردم. برای چی میخوام اینها رو به شما بگم؟ برای اینکه اگر شما بعضاً در واقع چیز نداشته باشید، خودتون امکانات اصلی اینکه حالا مثلا استودیوی مناسبی، حتی جای لباس مناسبی و امثال اون رو نداشته باشید نسبت به اون موضوعی که میخواید درست کنید اصلا مهم نیست. من از آقای محمد در واقع دهقانی عکس هم گرفتم، اجازه بدید یه مقدار خب الان دوستان هستن، من بقیهش رو میرم. البته الان ببینید همونجور که عرض کردم خیلی این جلسه کلاس در واقع چی میگن رسمی و حرفه‌ای نیست، داریم فقط نشون میدیم که آقا چطوری میشه این کارو کرد. چون اگر قرار بود این جلسه کلاس حرفه‌ای باشه راستشو بخواید من نباید اینقدر صحبت میکردم، چون بخش زیادی از صحبتایی که کردم خب به نوعی حاشیه‌ای بود، اما سوالاتی بود که پیوسته از من شده بود و مجبور بودم الان پاسخ بدم، چون خیلی‌ها روی بحث کاریابی این قضیه در واقع حساس هستن و مهمه براشون که به هر حال کلاسی که میان تبدیل به یک کار بشه. حالا یه چیزم من بگم، چون الان بچه‌ها دارن میان، تا قبل از اینکه برم رو ویدیوی آیه محمد دهقانی یه چیز خیلی جالبم به شما بگم، اونم اینه که خدمتتون عرض کنم من یه تصمیمی گرفتم، اونم این که هر یک از این قسمت‌های درس‌هایی که برای چیز داریم، درس‌هایی که برای خدمتتون عرض بکنم بخش پروفشنال داریم، هر بخشش رو میخوام حقیقتش برای یکی از دوستان حالا باید با من مکاتبه داشته باشه و پروژهش رو بگه و برای یکی از این دوستان واقعا یه پروژه واقعی رو درست کنیم، ولی پروژه‌ای که براش به صورت واقعی درست میکنیم براش رایگان در نظر خواهیم گرفت، ازش پولی نمیگیریم بابتش، چون پروژه واقعی و چیزی هستش که بیرون بعد کلی براش هزینه کنیم. اما یه درخواست ازش میکنیم، ما با این کار آموزش دادیم
به دیگران، اولا پروژهش انجام شده، دوما یه جورایی تبلیغ برای کارش شده. ما در قبالش انتظار داریم که ایشون هم در کارش تبلیغ کار ما رو انجام بده. یعنی ما اسم در واقع سایت جاب کرده رو حالا اگر سایت هست پایینش میزنیم، مثلا reserved by جاب کرده، یا مثلا اگر قرار باشه براش کانتنت بسازیم، کانتنت رو دقیقاً براش چیز میکنیم، خدمتتون عرض کنم واترمارک پایینش میذاریم، آرم جاب کرده رو میذاریم و الی آخر، هر کاری که در واقع از این دست هستش. الان آقای محمد دهقانی رو من یه بار دیگه برم، همونطوری که دوستمون دوست خیلی عزیز و خوشتیپی هم هستن، ولی من یه مقدار روی چهرهشون هم کار کردم با ازشون که نشون بدم که در واقع چه تغییراتی میشه داد. خب من چند تا ویدیو البته فکر کنم کامل میتونم اینجا آپلود کنم. بله، چند تا ویدیو عالی هم براشون درست کردم تا اینجا آپلود میشه من اینجا به شما اینو نشون بدم. الان چهره واقعی خود آقای دهقانی رو خب الان در واقع چیز هست رو خدمتتون عرض بکنم، بخش چیز میتونستید ببینید. اینجا هم که الان گذاشتم چهره مشخص داره. ببینید الان این ویدیو رو ایشون به من داده. چیزی ازش نگرفت، بهش اعتماد کرده، ولی الان دست زیر ساکن چیزه. خب ببینید ایشون الان با لباس تیشرت هست، لباس در واقع ویژه‌ای نپوشیده و در این حال که در واقع لباس ویژه‌ای نیست، در این حال پشت در واقع بک‌گراند ایشون هم چیز هست، خدمتتون عرض کنم دیوار منزل هست و خب می‌بینید، یعنی میخوام بگم این که بهتون میگم هوش مصنوعی چقدر کمک میکنه. اگر حالت عادی بود شاید این بنده خدا باید چقدر میرفت مثلا چیز میکرد، حالا هزینه میکرد برای جنم آتلیه، برای خیلی چیزای دیگه. حالا ببینید برای ایشون من چه شکلایی ساختم، الان براتون میذارم و بهتونم نشون میدم که با چه هوش مصنوعی هست. با همین عکس صورت ایشون فقط انجام دادم. آره اینم ببینید وقتی که میخواید با هوش مصنوعی بسازی، حالا من این چون روی این موتورسیکلت خیلی چیز جالب و قشنگی شد، تصمیم گرفتم با همین بیام همین صدای خود آقای دهقانی رو تبدیل کنم. ما هوش مصنوعی داریم به نام DID، یکی از بهترین هوش‌های مصنوعی برای چه کاری؟ برای در واقع اینکه شما آواتاری رو بدی و اون آواتار رو تبدیل به عکس کنی در واقع و معذرت میخوام برعکس گفتم، عکسی رو بدی، عکس رو تبدیل به آواتار بکنی، یعنی عکسی که ثابته رو تبدیل به سخنگو کنی. چون ما الان اینجا بهتون نشون دادم، ببخشید این تبود نشون دادم یه عکس به ما داده. این عکس رو با چی ساختم؟ با هوش مصنوعی دیگری که بر روی موبایل هست، اون رو هم بهتون میگم، در واقع فوتولب هست که یکی از بهتریناست و چهره صورت رو در بحث قضیه در واقع چیز اصطلاحاً بهش دیپ فیک میگن یا جعل عمیق میگن، با اون اینجا ساختم. حالا همین عکس آقای محمد دهقانی رو چون می‌خوایم ویدیو تبلیغاتی درست کنیم دیگه، نمی‌خوایم که مثلا ایشون با تیشرت بعضن باشه، چون خب شرایطش هم نداشتن، گفتم اشکالی نداره با همین شما بده. یعنی فقط صورتت باشه کافیه، بقیه‌اش رو من انجام میدم. با هوش مصنوعی DID همین عکس رو من برداشتم با صدای خودشون صدا گذاری کردم. ببینید این رو برم بگیرم کلی اون بدم 50 تومن اون برات بدم و اینا، برای همین الان یه خود دستم هست، مگر نه از این میشد چیز کرد، ولی نمیدونم الان چجوری میشه، کسی نمیتونه الان کمک من کنه. متوجهی؟ یعنی که هیدنم دست میکنم. خب حالا ببینید همینی که من اینجا ساختم، همین رو البته جورای دیگه هم میشه کرد. اگر اینجا تو بخش هومش بیاین، مثلا اگر کرییت ویدیو رو بزنید میتونید آپلود کنید. من الان مثلا از چهره صورت آقای دهقانی مثلا این چند تا عکسی که فرستاد این چهرهش یکم روشن‌تر، این رو انتخاب میکنم. خب همینه درسته. چی فرستاد؟
یه عکس دیگه دادم اون این چهره انتخاب شد. وقتی چهره انتخاب شد من به من گفت من حالا هیچی نداری برای اینکه تبدیل به گفتم والا فرستادم یعنی صدا گذاری هم براش بکنم، میام رو همین اودیو میتونم صدا رو ضبط کنم، حتی صدای کسی دیگر رو الان حتی به صورت انگلیسی میتونم براش بذارم به نحوی که اصلا تمام لب و دهنش کاملا با اون کلام انگلیسی تکون بخوره، یا همین صدای خودش رو همین فایلی که اینجا برای شما گذاشته بودم که فکر میکنم تو همین صفحه قبلی بود، اینجا یه دقیقه برگردم و در بخش ویدیو اینجا همین سلام خدمت همه دوستان من صدای ایشون از خود همین گرفتم. خب این الان بهت یاد میدم صدا رو چجوری جدا کنی. آوردم اینجا الان این که عکسه، اون تصویره رو که صدا گذاری کردم اونجوری گذاشتم، اون صدا رو از اون برشتم اینجا آپلود ویدیو رو میزنم، آپلود ویدیو رو میزنم صداشو اینجا گذاشتم، این صدا رو اینجا بهش میدم. غیر از این میتونی متنم بدی، ولی چون اکثر هوش مصنوعی با فارسی یکم بد لهجه صحبت میکنن دارن، ولی من صداشو میذارم به جای اون. جنریت ویدیو رو میزنم و جنریت رو میزنم، ببینید الان چه اتفاقی میفته. روزی مثل 25 30 میره روزی حساب میکنه. خب این الان ساخته شد، من میتونم بازش کنم، دانلودش هم میتونم بکنم و شما میتونید ببینید الان. 3 ماهش هم کم میشه. 3 ماهش از دوستان عزیز اینجا تو گالری محمدی. حالا اون خیلی مهم نیست، باز این بکنه کارو با اونم باز کنی که اونم بخوام بگی من نمیشه، با اونم نهایت خواهدش مثلا 70-80. حالا ببینید قبلا اگه شما یه همچین کارایی رو بدون هوش مصنوعی می‌خواستی انجام بدی، واقعا حتی یه دونه از این تبدیل‌ها شاید یک روز وقتت رو میگرفت. الان من میخوام همون ویدیویی که اونجا ساختم رو بیارم اینجا آپلود کنم، در بخش آپلود ویدیو من روی دانلود بزنم، اینجا ویدیو رو فکر کنم آپلود شد یا داخل همین احتمالاً گذاشتم. بله اینجاست. همون ویدیو رو الان میارم اینجا فقط دستشویی تونستم برم، یه دو تا تلفن داشتم و یه دونه روی این میزنم. حالا ببینیدش یکم مونده آپلود شه، الان اجرا میشه. بعد دوشنبه چیز شهادت، البته این رو به هر میزانی که بخواید سایزش رو بزرگ کوچیک میتونید بکنید. حالا افکت‌های دیگر رو بهتون یاد میدم. چهارشنبه شهادت امام رضا است که هنوز لود نیست که اجرا نمیشه، یکم طول میکشه لود بشه، چون که سرعت این هوش مصنوعی به هیچ وجه پایین نیست. الان متاسفانه سرعت کامپیوتر من به خاطر اینکه نزدیک بکنم به 100 تا تب مختلف من باز کردم به شدت پایین اومده و برای اینکه این کانتنت ها رو برای امروز شما باز کنم، درست کنم، خیلی در واقع دستگاه یه ذره کار کشیدم، این مدت داغم کرده، سرعت به خاطر این یکم پایین هست. زنه بس نمیتونه کاری مزایده باشه، هفته دیگه اتفاق نمیفته. بهتر حالا اونی که بخوام به چیز برسونم اون میرسه، اون که چیزی نیست. حالا برمیگردیم روی این ترتیبی ربطی نداره با کار تو ما. درست شد، الان لود شد. این زنه نمیتونه. خب الان همینی که درست شد من اینجا رو دیلیت میکنم. حالا ببینید این بهش چیزی بدم بره ان شاء الله. برمیگردم روی پروژه. بعد که پنجشنبه شما که تعطیله. من مثلا این عکسایی که اینجا میبینید مال در واقع گالری خود ایشون هست. ببینید از اینجا شروع میکنم میرسم به اونجایی که میخوام اون رو استفاده کنم.
اینجا الان اگه دقت کرده باشید من 2 تا ویدیو این 2 تا کانتنت هم جفتش رو از AI گرفتم. الان بتونم خود همین AI داره. تا همین نقطه که رسیدیم الان میخوام ویدیو ایشون رو اینجا به کار ببرم. اینو میارم و مثلا یه مقدار جابجاش میکنم حالا، یا چون یه مقدار تصویرش کوچیکه فکر میکنم بهتره که من استایل این سفر یه ذره متفاوت بچینم. این 2 تا رو اینجا میذارم و ویدیوی خود آقای دهقانی رو اینجا میذارم، چون کوچیکش میکنیم چیز نمیشه. اگر بخوایم از این عکس استفاده کنیم، اگر بخوایم از عکس صورتش استفاده کنیم، خب خیلی چون بزرگتره راحت‌تر میشه کار کرد. مثلا این رو هم اینجا میذاریم. خب حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. تعریف کردی برام خیلی برش ناراحت شدم. الان ببینید صدای آقای محمد دهقانی چیه؟ خیلی کمه، شنیده نمیشه. شما بیاین اینجا تو این بخش، اینجا مال خود صداست. یعنی این صدا رو من از یه موسیقی دیگه برداشتم. از کدوم موسیقی؟ از این موسیقی همین فیلمی که اول کلاس برای شما گذاشتم. این همین. یه ذره اینجا پلی کنم میبینید. صداشو جدا کردم. اینا دقیقاً تک به تک به شما میگم چی کار کنید. الان این صدا رو برای اینکه بخوام صدای ایشون رو بیارم بالا، روی این صدا اینو بیارم تا اینجا، دقیقاً این نقطه روزی افتاد. تو حالا اینجا بذارم، ولی حالا حداقل همینجا هم خوبه. سالمی الحمدلله. رایت کلیک میکنم زانو درد گرفته و گزینه اسپلیت اودیو رو میزنم. همه دارم داشت. اسپلیت که بکنم مثل اون بودی میتونم چیکار کنم؟ با این اودیو یا خونه خریدن دقیقاً در این قسمتی که این هست میگیرن از اون برای درمان این اونم آخر فکر کنم دوباره پس رو بزنم دیگه. ببخشید یکم هزینه ها این دیر عمل میکنه، کلیکای من خود به هم میشه. ولوم رو این به پایین بیارم. از طرفی روی این گزینه‌ای که برای خود آقای در واقع دهقانیه رایت کلیک میکنم و اکسترکت اودیو میزنم. اکسترکت اودیو که حالا مثلا یه عملی همون چیه در واقع لاین اودیوش جدا میشه ازش. یعنی لاین اودیو با لاین چیز عوض میشه. این لاین اودیو اینو الان شما نگاه کنید 100 چیزش ولومش 100 اما لاین در واقع آهنگ ما که این یکیه من اینو ولومشو خیلی البته کم کردم. حالا یه ذرم مثلا بذاریم مثلا روی 45 میبینیم هرچی بد بود دوباره درستش میکنیم. حالا نگاه کنید اینو میارم اینجا چیکار میکنم؟ پلی میکنم. هنوز خوب نیست، هنوز بلنده، پس بعد بازم کمترش کنم. همون فکر کنم طرفای 20 کافی باشه. دو همه راه کنم. دو تا از دوستان دست بلند کردن. اگر اجازه بدید من فقط تموم بکنم این بخش رو، میام به سوالات جواب میدم. یه لحظه اجازه بدید این تموم بشه که این توضیح رو نشون بدم، بعد سوالات رو همه رو جواب میدم. هنوزم صدا ضعیفه. من اگه ولوم این رو بگیرم ولوم اینم میتونه بالاتر بره. چه جالب، نمیدونستم تا بالای 100 میده. که بالای 100 میده خیلی خوبه، ولی ممکنه یه ذره اگه 200 بالاتر برم کیفیت بعد تست کنیم. یه لحظه اجازه الان رو 200 میذارم. یه لحظه نگاه میکنیم دوباره. الان همچنان ولوم آهنگ من بعد حتی از 20 بیاد رو 10، ولی صدای آقای دهقانی فکر کنم عالی باشه دیگه. حالا یا یه مقدارم میتونیم بالاتر بریم چون خراب نشد. از 200 بالاتر من احساس کردم شاید نویز بندازه. ننداز خیلی خوب بود. مثلا میذارم رو 230، حالا 33 هرچی.
میاریم اینجا دوباره پلی میکنیم. میرم با ارداشاش نبودم رفتی؟ نه هیچ کس نبود، فقط خودش مادرش بود و علیرضا میگم شده اینه چی گفتش خب ما دقیقا به اینجا که رسیدیم تو بعدی میخوایم دوباره صدا بلند شه. من دوباره اینجا رایت کلیک میکنم، اسپلیت ویدیو میزنم. واسه یه چیزی یاد گرفتم، اسپلیت اودیو ما استفاده از تصویر جدا بشه. بعد دوباره میرم یه فرشته‌ای داریم، ولوم اینو دوباره میارمش بالا، میارم دوباره مثلا رو همون صد. الان بهت میگم اگر وقتی که این رد شد اینم همون میشه بازی با صدا. که وقتی میخواید با صدا بازی کنید چجوری بازی کنید؟ ببینید روزی حداقل 300 بار بگی میاد کمکت میکنه تو همه کاری. با بیش از 20 سال سابقه درخشان در استان مرکزی. و دیدید که صدا دوباره برگشت. من برمیگردم روی صدای اصلی و چون که ما ساعت کلاسمون تقریبا روی اتمامه، من بیشتر اون رو ادامه نمیدم، صدا رو باز میکنیم، شروع کنیم. به دوستان من اجازه بازگشایی میکروفون رو میدم، شروع کنیم. دوستانی که الان 2 نفرن دست بلند کردن، یه ندا خانم هست، میتونید صحبت بکنید. یکی هم آقای تبریزی هست، نمیدونم اگر هستی اسمتو باید برعکس کنیم. شما اسمت احترام مطور نمیم، احترام زادات رو بخوایم حساب کنیم سخت. من معنی آقا مزید ما اصلا سالات لقبشه چون ویدیو نداشتیم. اگه اونجوری باشه تصویر ثابت هیچ کدوم از مرتم میشه اسم برعکس. اسم دوستان عزیز، من از بابت اینا عذرخواهی میکنم، چون عرض کردم این کلاسیه که اولا اگه صفحه من الان میبینید اینجا رو نگاه کنید داره ضبط میشه، صدا و تصویر رو سیستم من فول داره ضبط میشه. اون قسمتایش که خراب شده امشب من برش میزنم و براتون به صورت کامل دوباره یوتیوب میذارم اگر دوست دارید ببینید. به هر حال الان یه مشکلی که ما داریم، یه سری از دوستان داخل یه سری خارج نمیگه کلا انرژی شناس همونی که تکنیکالی ممکنه پیش بیاد و این در واقع این کلاس‌ها رو اصلا به خاطر همین گذاشتم که اگر ایرادی چیزی هست این ایرادا به ترتیب برطرف میشه مرتب. به خاطر همین ان شاء الله آخرش هم آیل مثل میگیم جبرائیل میکائیل اسرافیل آیل اضافه می‌کنی. حالا چون من اگه بخوام همه شما رو باز بذارم، یه سری از دوستان که وصل میشن حواسشون نیست، میکروفونشون وصله وسط کلاس و صداشون میاد و خراب میشه. اگر من بخوام به این اتفاق نیفته باید اگر از سمت شما مشکلی پیش بیاد نمیفهمم، خودم با گوشیم وصل شدم ولی متاسفانه صدام دستم میشه و احساس کردم قلبم درد داشته باشم یکم سخت در واقع تمرکزم از بین میره، چون صدای خودم رو برمیگردم و اکو میشه. اما برای این حالا یه فکر میکنیم، حالا این ویدیو رفتم شکم اگر آهنگ چیز رو نداشتید الان همچنان داره ضبط میشه، تمام اونهایی هم که گوشتم ضبط شده و توی کانال یوتیوب براتون میذارم و کلاس بعدی که قرار روز شنبه باشه. کلاس روز شنبه این مبحث کانتنت کریشن یا ساختن در واقع محتوای ویدیویی و امثال اون با هم تکستی هم عکسی هم در واقع ویدیویی به صورت کامل داریم. من دیگه انقدر صحبت و توضیح نخواهم داد، به خاطر اینکه من اگر دقت کرده باشید نزدیک 50% این کلاس رو حرف زدم، به خاطر اینکه خیلی سوال هست و این سوالات شده. مثلا خانم نگاه چندین بار گفتن که رو بحث قضیه کاریابی و اینا خیلی توضیح بیشتری خیلی دنبال اینن که واقعا آیا میشه درآمدی کسب کرد یا نه. من خواستم اون باشه، مثلا بگو من یکی این رو توضیح بدم و اینکه حالا گفتم این علاوه مشکل مالی داری، بچت خودت بدونم سلامتی خراب شده قشنگ تو یوتیوب ببین. یعنی این تا شنبه هم وقت دارید و شنبه
که این کار رو میریم سر میتونه درس بکنه. اصلی. یعنی دیگه وقتی من صداش خیلی کنی اولا بیش که از 300 بار جسارتا برای دوستانی که دیر بیان من دیگه خیلی صبر نمی‌کنم برای اینکه وقت بقیه ضایع نشه و نهایت شاید 4 5 دقیقه صبر بکنم. بعد دیگه من درسمو شروع میکنم. و اینکه اون کلاس ولی ها میبینم کسی داخل که کانال میره یوتیوب اربعین نخواهد بود میاد میره مگر کربلا یه میاد بخشای کوچیکی به عنوان انرژیش میره تبلیغات قرار بالا. خواهیم داد. میبینم بنابراین با چشم خواهش میکنم که میبینی. سر من موقع نمیدونم چرا در واقع چیز دیگه شما باشید، هر کسی رو حاضر نفرین باشید. کنی و هر اینکه کسی رو نفرین کنی خدمت رو انرژیش عرض میره کنم این پایین. چیزی که الان به شما فقط نشون تنها میدم اینا نفرینی فقط که یه نمونه آخر است. میخواستم زیارت ببینید آشپز چطوری که میشه میخونی یه انرژیت چیز میره بالا. ساده من با ای چشم در میبینم همین دیگه حد نمیدونم به خاطر این خدمتتون اسمشون عرض گذاشتیم نفرین بکنم مقدس ترم و حق نداره. عمومی هیچ کس حق مثلا نداره یه نفرین تیزر کنه. تبلیغاتی حتی در فقط حد کار قاتلان روم خودتون حسینی درست اون کنید. میبرد بالا. اگر میگه کسی من اصلا مبحث نمیدونم مثلا شما همین میدونی نمیدونم من با کانتنت چشم کریشن یا میبینم. تولید یه محتوا پسر رو خیلی جوون بخواد خیلی یاد خوشتیپی بگیره و هم بخواد هست. در مرحله رفیق و چیز و اینا اصلا ترم تیپی هم پروفشنال یا نیست که من حرفه‌ای یاد بگیره، بیاز نیست. من خیلی بهش آدم آموزش خواهم چیزی داد که هم هست با بتونه شخصیت و خیلی فیلم خوبیه. بسیار چقدر هم فالوور حرفه‌ای داره. در مثلا حد تهران 1 دفتر ساعت 2 داره که ساعت میرم پیشش درست برای کنه. اینکه فیلم گره که گشایی میگم کنم براش. منظورم فیلم دعا و سینمایی این چیزا نه هالیوودی این نیست، تلسپای ببخشید. شیطون. منظورم فقط یک حدود ویدیو انرژی هست. درمیابی. حالا به هر اون چیزا هم که بهت موضوعی که گفتم هست، مثلا این گفت حتی قمر در عقب و اینا این گفته موضوعهایی بود دیگه. که این در اون ذکر رو موضوع بگید مثلا صاحب در در شرف اینو واقع بگید. دانش اینا رو میگه خاصی فقط ما از نیست. دید انرژی مرحله به دید علم مرحله رو باید انرژی از خود درمانی میگیم. هیچ چیز دیگه من AI نمیدونم. کمک بگیریم، ولی از خود تمام در چیزایی واقع که داره هوش میگه مصنوعی همش آیات کمک قرآن بگیریم و چیزای و مثلا بهتون میگه مذهبیه. که چه کار کنید. من الان فرصت نشد. برو اگر قربونت همین برم. صفحه من الان شیر بدید، چون صدا بازه، سلامت لطفا به باشین. من یکی برو به سلامت. بگه. صفحه من الان ادامه صحبت. میبینید؟ حالا هستی صحبت میکنه. خدا قربونت برم. بله آقای میبینم. عالیه. ببینید الان تو همین سایت کنوا ما داریم به نام یه گزینه ماجیک استودیو. تو ماجیک استودیو وقتی شما بری، اصلا این در واقع بخشی که خود AI میسازه. اما چیزی که خود AI میسازه، من یه نمونه الان براتون اینجا میزنم. try using magic design. اینجا الان این گزینه که من میخوام بزنم، مثلا میخوام بگم که فرض بفرمایید این عکس رو میخوام بگم باهاش، حالا این عکس رو بذار 2-3 تا بهش بدیم، 2 تا 3 تا مثلا بهش بدیم. خب 3 تا عکس بهش میدم. این پایین یه گزینه باز میشه برای همون پرامپت نویسی. ببین try an example اگه بزنم حتی پرامپت هم خودش میده. promotional video for urban roast coffee shop. خودش گفت یه دونه ویدیو پروموشنال شده برای مثلا چی؟ یه کافی شاپ برای من چیز کن. کافی شاپ شهری اربن. جنریتش میکنم. اصلا خودم هم ننوشتم اینو، حتی پرامپتش هم خودم ننوشتم. ببینیم چی کار میکنه. اما اینی که این میده لزوما اون چیزی که شما میخواین نیست. من باید به شما یاد بدم از جاهای دیگه کمک بگیری تا اونی که میخوای درست شه. الان اینو با خود عکس آقای محمد دهقانی درست کردم، جوونش کردم اینجا. ببینید اگر صداشم نمیشنوید مهم نیست. اینو مثلا خودش اصلا ببینید الان من چه کار کردم. الان من فقط رفتم تو ماجیک استودیو 3 تا عکس رو روش زدم، دکمه زدم رو 3 تا عکس، یعنی انتخاب کردم و کلا حتی پرامپت هم نوشتم که خودت پرامپت بنویس. ببینید البته اینو به شما بگم اگر هر کدوم از دوستان واقعا میخواد بیاد در این کلاس ها شرکت کنه و یاد بگیره و هدفش یادگیری و درآمدزاییه، اینو بگم واقعا خواهشی که دارم با گوشی نیای. الان اشکالی نداره این جلسه من درس نیستا، ولی چیزایی که من دارم به شما آموزش میدم واقعا با یه گوشی قابل انجام نیست. رو گوشی شما نمیتونید سافتوری که ما نیاز داریم رو نصب بکنید. روی گوشی شما اصلا محیط اندرویدی خیلی فرق داره امکاناتش مثلا با محیط ویندوز یا لینوکس یا حتی اگه مکبوک دارید خیلی فرق داره. یعنی به شدت توانایی شما پایین میاد. اگر حالا این جلسه رو فقط برای گوش کردن اومدید خیلی هم خوش آمدید، هیچ مشکلی نیست. ولی خواهش که دارم جلسات بعد سعی کنید با لپتاپی، کامپیوتر رومیزی چیزی بیاد که حداقل بتونید، یعنی یه محیط ویندوزی دستتون باشه، میخواید هر کاری بکنید دستتون باز باشه. چون یه سری از بخش‌ها رو من حالا باید در واقع برای اینکه ببینید همین ویدیویی که الان مثال زدم با ماجیک در واقع استودیوی خود چیز درست شد، این ویدیویی که خب اصلا
ببخشید واژه رو به کار میبرم، خیلی مسخره است. یعنی این ویدیو که ما که نمیخوایم یه ویدیو باشه که عکس‌ها رو بچسبونه به هم و چند تا فقط نوشته بیاد. ویدیویی که من درست کردم بازم من روش کار نکردم. من حقیقتش این ویدیو رو کلا امروز فکر کنم نهایت 3 ساعت قبل از کلاس تونستم بشینم، اونم 3 ساعت، نه که 3 ساعت رو این کار کرده باشم. محتوایی که به من آقای دهقانی داده بود خب محتوای خیلی پرت و پلایی بود، یعنی در هم ریخته بود، قابل چیز نبود، استفاده آماده که نبود که. و در واقع از موضوعی هم میخواست من درست کنم که اولین بارم من تا الان خب برای در واقع مثلا بحث فروش ماشین و گالری اتومبیل که خب ویدیو درست نکردم. بنابراین وقتی موضوع جدیده طبیعیه که خب بالاخره آدم خیلی حرفه‌ای کار نکنه. اگه موضوعی بود که مثلا روی کامپیوتر ساینس یه چیزی از من میخواست، خب من خیلی بهتر میتونستم. حالا اون جایی که شما میخواید کاری بکنید برای کسی که خودتون اونقدر مثلا چیز ندارید، همیشه باید یه گفتگویی هم بینتون باشه، یعنی دقیقاً یه سری سوالاتی بکنید دقیقاً چی میخواد و به این شکل کارتون رو جلو ببرید. امیدوارم که حالا براتون توضیحاتم کافی باشه. هر کدوم از دوستان دیگه الان سوال دارن، الان تو تایم سوال و جواب هستیم، بفرمایید من پاسخ بدم. دوستان میکروفوناتون باز هست تا هر کدوم دوست داره سوال بفرمایید، اگر نه من دیگه در نهایت باید کلاس رو تموم کنم، برای اینکه 1 ساعت و نیم کلاس دقیقاً الان تموم شده. در واقع احتساب اون وقت اضافه که مثل توی فوتبال میگیرن، ما تقریبا 8 دقیقه دیر شروع کردیم، الان 8 دقیقه هم از این ور اضافه شد. اگر سوال دیگری ندارید بفرمایید مهندس جان. عرض ادب. سلام مهندس دهقانی آقا مهدی عزیز، بفرمایید. مخلصیم. جناب لطفی، خواهشی که من داشتم، الان خب مطالب شما دارید ارائه میکنید، حالا هم در حد آشنایی و هم در حد یادگیری تا حدودی. اگر امکانش هست اسم فعلا برنامه‌ای که دارید کار میکنید تو توی کانالی که حالا وجود داره اون مشخصاتش رو بگید، چون من الان مثلا ذهنمون نبود واقعا این سایتی که شما داشتید باش کار میکنید چی بود. بله ما توی اون فرصتی که داریم برای تمرین، بله حداقل از این جلسه تا جلسه بعد حداقل دوستان یه سری به این سایت بزنن. چشم. خیلی عالی و ممنونم. خیلی نکته در واقع خوب و عالی رو فرمودید. حتما در قالب تمرین باشه که جلسه آینده حالا اگر سوالی بود توی جلسه آینده مطرح بشه. شما مثلا قبل از اینکه کلاس بخواد شروع بشه یه توضیح کوتاهی در خصوص این جلسه قبلی بدید و بعد جلسه بعدی شروع بشه. حتما این کار حتما انجام میدم. البته من میگم چون کانال یوتیوبی منم نگاه کنید خب همه چیز جدیده. کل این ایده ای که من میخواستم این کلاس رو شروع کنم و این کارهایی که کردم الان 1.5 ماه نمیشه و صحبت شده. برای همین کانال یوتیوبی هم کلا نهایتا 4 تا ویدیو بیشتر توش نیست، ولی قطعا روال در کانال های ویدیویی این هستش که پایینه، یعنی تو اون بخش حالا که یه قسمت لرن مور یا مور خالی داره میزنی زیر یوتیوب، اون چیزایی که مربوط به اون ویدیو آموزش داده شده دونه دونه نوشته میشه. اگر دستور خط دستور، اگر آدرس سایت اونا میاد و من از این ویدیو به بعد این کارو میکنم. اگر از ویدیوهای قبلی این کارو نکردم خب همونطور که میدونید تو ویدیوهای قبلی من چیزی درس ندادم که این کارو نکردم، به خاطر اینکه فقط توضیحات ابتدایی بود. این جلسه هم هنوز ابتداییه، من الان به شما درس ندادم، من بیشتر میخوام ترغیبتون کنم، میخوام بهتون یه چیزی نشون بدم که ببینید ببینید. خب بالاخره معذرت میخوام اینطور صحبت میکنم، ادعا زیاده. خب هر کسی ممکنه هر ادعایی بکنه، بگه من میتونم این کارو بکنم، میتونم اون کارو انجام بدم، اما در عمل ببینید چه اتفاقی میفته. در عمل شما در عمل این رو دیدید. الان همین من فقط یه تب عوض میکنم برای شما برای دوره پیشرفته ساخت وبسایت. یه لحظه من به شما چیز رو نشون بدم. این صفحه چت جی پی تی رو الان میبینید؟ بله من میبینم. این صفحه چت جی پی تی رو اگر نگاه کنید، من کل پروسه در آوردن
یه سایت از الف تا یه تو بحث فوق پیشرفته شو در آوردم، نزدیک 50 صفحه شده. نگاه کنید خط به خط با کد با همه چیز رودمپ کامل رو در آوردم. یعنی انقدر ببینید من اسکرول دان باید بکنم تا اینجا فقط با چت جی پی تی، در حالی که ما الان چندین مدل دیگه از هوش مصنوعی های قوی برای این کار داریم. گیتاب کوپایلوت هست، کوپایلوت خود ویندوز 11 هست، بلک باکس ای آی هست، خدمتتون عرض بکنم کودیوم هست و هر کدوم یه کار خاصی میکنه. ببین خیلی مبحث جذاب و جالب و عالیه. اگر یاد بگیری فقط که چجوری از این هوش مصنوعی میتونی استفاده بکنی، انقدر برات جذاب خواهد بود. حالا من شاید یه جهت این کاری که میکنم نمیدونم توی بحث اخلاق انسانی توی این سایت ها اکثرا میگن که از زمانی که این گوشی های در واقع اسمارت فون اومده آدما هم جداتر شدن و همش سرشون تو گوشیه. حالا من این رو به شما درس بدم دیگه دائم یا سرتون تو گوشی خواهد بود یا سرتون تو کامپیوتر خواهد بود، به خاطر اینکه انقدر با این هوش مصنوعی اونس خواهید گرفت و در واقع نزدیک میشید بهش. واقعا میتونم بگم یه چیز اعتیاد آوره. تمام مشکلاتتون، مشکلات زندگی رو نمیگم ببخشید، مشکلاتی که در مرحله آموزش داری، گیرهایی که داری، چیزی که بلد نیستی، همه اینها رو تک به تک اگر این روشی که به شما آموزش میدم رو یاد بگیرید، قول نه 100% که 1000% میدم هیچ مشکلی براتون نباشه. چون این راهیه که من رفتم. باور کنید اولین باری که خودم لینوکس رو نصب کردم روی کامپیوتر جدیدی که خریدم، لینوکس دیسترو کلی رو نصب کردم فقط برای اینکه کارت صوتیش رو راه بندازم. چون خب میدونن دوستانی که کار کردن لینوکس مثل ویندوز نیست اتوماتیک نصب شه. فکر میکنم 2 ماه سرچ میکردم، 2 ماه من سرچ میکردم تا یه درایور مناسب پیدا کنم. چه آدمی این کارو میکرد؟ منی که نه ادعا کنم، منی که 30 سال کارم کامپیوتره. 2 ماه سرچ میکردم و آخرم نتونستم جوابمو بهش برسم، برای اینکه وقتی شما در گوگل سرچ میکنی 10 میلیون تا سایت میاره، اصلا معلوم نی کدوم جواب بده، کدوم معلوم نی کدوم فیکه، کدوم درسته، داستان داره. اما وقتی که شما از هوش مصنوعی استفاده میکنی خیلی 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 راحت به شما همون پاسخو میده. بفرمایید آقای اسماعیل یگانه، در خدمتم. آقای اسماعیل یگانه دستتون رو بلند کرد، بفرمایید. رفتن ایشون فکر میکنم. خب بچه‌ها من اون چه که فکر میکردم رو توضیح دادم. کلاس هم دیگه تقریبا 10 دقیقه هم بیشتر شده. میدونم برای شما یا خود دیر وقتم هست. اگر دوست دارید صحبت کنید من پاسخ میدم. آقای رضا تاجیک هست، بفرمایید. آقای تاجیک بفرمایید. استاد عزیز فقط از شما تشکر کنم، خسته نباشید. قربونتون برم، خواهش می‌کنم. شما برادر بزرگ بنده هستید و باعث افتخاره. همین که صدای شما رو میشنویم قربان برای ما افتخاری است. عزیز دلی نظر لطفتون برای ما افتخاره که لطف کردید و در کلاس شرکت کردید. قربونتون برم. سلامت باشید. خواهش میکنم. دوستان دیگه، دوستان هر کدوم سوالی امری فرمایشی هست بفرمایید و اگر نیست بفرمایید که مرخص بشید. آقا عالی بود، دست شما درد نکنه، خسته نباشید. خواهش میکنم آقای صفایی عزیز، قربون شما. پس من با عزتون وقتتون رو بیشتر نمیگیرم و سفر و شیرش رو اول استاپ میکنم و تک تک شما رو به خدای بزرگ میسپارم. این ویدیو رو تقریبا یه 24 ساعت طول میکشه تا من بخوام یه خود خوشگلش کنم و یه خورده به اصطلاح اون قسمت‌های خرابش رو چیز کنم و ادیتش کنم. امروز دوشنبه بود دیگه، درسته؟ تا سه شنبه شب حالا یا نهایت چهارشنبه صبح اول وقت دیگه توی کانال یوتیوبی خواهید دید و میتونید دوباره دورش بکنید. روز شنبه از الان دارم میگم جلسه اصلی در واقع اون که با پرداخت بعد انجام بشه شروع میشه. کانال وبسایت ما هم حاضر خواهد شد نهایتا تو 2-3 روز آینده. در وبسایتمون میتونید برید ثبت نام کنید، لینک ریفرال بگیرید برای معرفی به دیگران. همه چیز آماده خواهد شد و انشالله برای روز شنبه ساعت 8 به وقت تهران آماده باشید تا جلسه اصلی رو شروع کنید. از تک تک شما و حضور گرمتون ممنونم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما. خدا شب شما بخیر. خدا نگهدار.